سلام نگره پازوکی عزیز. خیلی خوش اومدی پادکست کتابگر. متشکرم ازت. ممنونم از دعوتتون. برای اینکه یکم بیشتر با هم آشنا بشیم، اگه بخوای یه بخش تاثیرگذار زندگیت رو بگی که روی شخصیت امروز تاثیر زیادی گذاشته، داستانش رو چطور روایت میکنی؟ ببین، من فکر میکنم که این که آدم بخشای تاثیرگذار زندگیشو بخواد بگه یک حرفه و اینکه بخوای بگی که داستانشو بخوای بگی یه چیز دیگه است. فکر میکنم خیلی چیزا توی زندگی شخصیت آدم رو میسازه. از یه دونش نمیتونم بگم. شاید آدم وقتی که مراجعه میکنم به قبل میتونم بگم که موقعی که با موسیقی آشنا شدم خیلی متحول شد زندگیم. به عنوان بچه 14-15 ساله رفتم گیتار یاد بگیرم. بعد یه دفعه این گیتاره باعث شد که یک نورافکن روی چراغ بزرگ روشن روی زندگیم روشن بشه. شاید این یک تحول بزرگ بود برای من. بعد انقلاب واقعا خیلی متحول کرد زندگی هممون و ما که خب اون نسل بودیم. بعد مهاجرت خیلی این اتفاق مهمی بود توی زندگیم. و بعدم زندگی به عنوان یه زن که اصلا متصور نبودم، اصلا تصورش هم نمی کردم که اینجوری باشه. یعنی اینکه ازدواج کردن، بعد بچه دار شدن، بعد بچه بزرگ کردن، اینا برام همه تحولات بزرگی بود. از توی همه اینا بخوام یه دونش رو بکشم بیرون، برای من مادر شدن خیلی متحولم کرد. یعنی اصلا آدم رو از این رو به اون رو میکنه، تبدیلت میکنه به یه آدم دیگه. یه آدم شجاع بودی تبدیل میشه به یه آدم ترسو. یه آدم میتونم بگم با احساسات معمولی بودی، بعد تبدیل میشه به یه آدم با احساسات خیلی رقیق. به نظر من این خیلی متحول کرد من. و خودت کدومش بودی و تبدیل به چی شدی؟ خیلی سوال سختیه. باید اینجا یه چیزایی رو اقرار کنم. پس تصور میکنم که من شخصیتاً اصولاً مادر زاده نشده بودم. من یه زنی بودم که دنبال آرزوام بودم، دنبال درس خوندن بودم، دنبال این بودم که پله های ترقی رو هی برم بالا بیام پایین، بعد دوباره از یه جای دیگه برم بالا. اینا همه مهم بود برام. بعد یک دفعه فکر کردم که من مادر شدم و این یه اتفاق دیگه است. یعنی این که اصلا من تصورشم نمی‌کردم من حالا باید بشینم توی خونه یه چند سالی حداقل درگیر باشم و زندونی باشم احتمالاً با بچه‌ها و اینا رو برسونم به یه جایی. و این اصلا واقعا برای من یه شوک بود. همیشه فکر میکنم به اون روزای اولی که من بچه اولم آورده بودم توی خونه و همسرم میرفت سر کار میومد و من هی تعجب میکردم که این داره میره سر کار و من دیگه نمیتونم برم سر کار. حالا دیگه به هر جهت این بر من خیلی اتفاق عجیب و غریبی بود. مادر شدن برام خیلی مهم بود. بعدم بچه‌ها بزرگ شدن، یعنی اینکه خب منم همراه بچه‌ها بزرگ شدم و به این نتیجه رسیدم که خیلی سخته اون چیزی رو که هستی زندگی کنی و اون چیزی رو که زاده شدی، ژنتیکی زاده شدی زندگی بکنی و درگیر این نشی که حالا دیگران چی میگن. ما همش فکر میکردیم که روند زندگی یه زن اینجوریه که رشد میکنه، ازدواج باید بکنه، بچه دار باید بشه. بعد نسل ما اینجوری بود. الان میبینم که جوانا خیلی دقت بیشتری میکنن روی این موضوع، به این فکر میکنن که چی هستن، چی کار باید بکنن. فکر کنم خیلی پرحرفی کردم. آره نه. در جواب یک سوال 1000 دقیقه به جواب دادم. حالا به هر جهت حالا بچه‌ها رفتن سراغ زندگیشون، منم دارم کارهای خودمو میکنم دیگه. تو 63-4 سالگی دارم کتاب مینویسم، بعد دیگه برای شما بگم نقاشی میکنم، موسیقی گوش میدم. این کارهایی رو که مثلا اولا فکر میکردم که باید انجام بدم خیلی جدی‌تر، به جاش خیلی جدی بچه بزرگ کردم، خیلی متعهدانه مادر بودم، البته به تصور خودم.
اینو باید از بچه ها من بپرسی. بس یه دعوتشون کنم بیارم اینجا بپرسم ببینم چی میگن. و بعد حالا دارم زندگیمون. قشنگه. دوستم یه خورده اون ماجرای مهاجرت هم بهمون بگی اگه امکانش هست. چی شد که مهاجرت کردی؟ و اونم تجربه خیلی عجیبی بود برای من. حالا کتابتو میخوندم، بخش از زندگی نامه‌اش هم میخوندم، مثلا خود در اونم صحبت کنیم. خب ببین، من ورودی سال 57 هستم به دانشگاه و حالا این خیلی مهمه، شاید مثلا با رتبه خیلی خوب قبول شدم، رفتم نفر 1001 بودم، رفتم داروسازی و بعدش هم بعد از یه مدتی توی جریانات دیگه بعد از انقلاب بود و اینا که دیگه نتونستیم درسامون رو ادامه بدیم و من ناچار شدم، برای اینکه خیلی دوست داشتم که درسامو بخونم، ناچار شدم که از ایران برم و ادامه دادم. این قضیه مال سال 63 فکر میکنم. آره دیگه، سال 63 درست ژانویه 63 من ایران رو ترک کردم. خب مهاجرت یه شوکه به نظرم. و میتونی ببخشید بگی کجا رفتی هم بگی؟ آره رفتم یوگسلاوی. یوگسلاوی جایی بود اون موقع سال 63 که خیلی احتیاجی به ویزا نداشت، اصلا احتیاج به ویزا نداشت برای ایرانی‌ها و میتونستی پاسپورت تو دستت بگیری و بلیت بخری و بری مستقیم توی فرودگاه بلگراد پیاده شی و اونجا مصادف شی با سرنوشت خودت، در واقع انتخاب کنی که چی کار میخوای بکنی و ما این کار کردیم. من اونجا رفتم ثبت نام کردم در یکی از شهرهای یوگسلاوی سابق و شروع کردم به درس خوندن. و جالب برخوام اون حالا چند سال اونجا بودی؟ فکر میکنم اگه بخوام دقیق بگم یه چیزی حدود 14 سال یوگسلاوی بودیم. یعنی 63 میشه 73 مثلا؟ نه 76 من دوباره برگشتم ایران. آره. یعنی در زمان فروپاشی یوگسلاوی اونجا بودم. بله ما در زمان فروپاشی اتحاد شوروی اونجا بودیم. بعد درگیریایی که کشورهای اقمار شوروی باشون در واقع براشون پیدا شد، در تمام این مدت ما اونجا بودیم. سال 86 1986 اینا شروع شد دیگه. 1987 فروپاشی های دیگه اتفاق افتاد، آلمان، مجارستان، رومانی، لهستان، بلغارستان، اینا همه بعدش اتفاقای عجیب غریب اتفاق افتاد که بعدش. یه خصوصا تجاوزیستم بدونم، یعنی از یه کشوری رفتی که اینجا جنگ بود اون زمان و رفتی یه کشوری که اونجا هم درگیر جنگ شد و دوستم خود تجربه زیست در اونجا رو بدونم، اصلا چه تفاوتایی داشت، چجوری بود شرایط زندگیت؟ ببین ما از شرایط جنگ در واقع از اینجا رفتیم، یعنی سال 62 که جنگ ایران عراق بود و درگیری به شدت عمیق حالا سیاسی، رفتیم اونجا و من رفتم جنوب یوگسلاوی، اونجا مقدونیه، کشوریه که خیلی دیگه مجاورتش با یونانه، همسایه هاش در واقع الان بلغارستان هستن و آلبانی و اینا و اونجا خیلی آروم، جو آروم، اینا خیلی با آغوش باز، انگار یک جایی که مهمترین بخشش آرامش بود. من هنوز زمستونای اونجا رو فراموش نمی کنم. زمستونای سردی داشت ولی برای من خیلی زمستونای بی‌نظیری بود، برف، تجربه عجیب و غریبی بود. و اینکه ما ژانویه، خب من رفتم اونجا ژانویه 1985، خیلی تجربه متفاوتیه به نظر من وقتی که از یک جامعه پرتنش میری که جنگ جریان داره توش، میری توی یک جامعه‌ای که آرومه، حالا خوب یا بد بالاخره یه چیزایی سر جای خودشه و مردم دارن زندگی عادی خودشونو میکنن. بعد از چند سال، خیلی هم طول نکشید دیگه، سال 85 ما رفتیم اونجا، سال 86 تنش‌ها شروع شد توی شوروی و سال 1987 دیگه درگیری‌ها شدیدتر شد و ما شاهد درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی یوگسلاوی هستیم و چند پاره شدن یوگسلاوی سابق
که توی تیکه تیکش بودیم و ذره ذرهش تجربه کردیم. البته جنگ به پایین و جنوب یوگسلاوی کشیده نشد هرگز. خیلی با سیاست‌های خیلی درستی در واقع اینا کسایی که اون موقع در مقدونیه حاکم بودن باعث شدن که جنگ کشیده نشه به پایین. ولیکن بوسنی فاجعه انسانی بود که ما در لحظاتش بودیم، اخبار میرسید و اینکه چقدر مردم جنوب یوگسلاوی اون موقع از تجربه هایی که بوسنی داشت هراسیده بود و ترسیده بود از این موضوع. مردم از جنگ خیلی ترسیده بودن در جنوب. ولی به اون اتفاقی که باید بیفته افتاد دیگه. یوگسلاوی چند پاره شد و ایالت‌های متفاوتی ازش جدا شد. اسلوونی جدا شد، کرواتی جدا شد، سربیا و بوسنی و مقدونیه هم. آره متوجهم. برسم یه خورده عینی‌تر به عنوان کسی که اونجا زندگی کردی چالشات چی بود؟ یعنی مثلا اگه بخوای یه خاطره‌ای بگی از اون دوران، یه تصویری که تو ذهنت مونده. ببین، برای کسایی که از جایی که به دنیا اومدن و چند سال زندگی کردن، کودکیشون اونجا بودن، نوجوانیشون بودن، حالا ما هم بخشی از جوانیمونو در ایران بودیم، مثلا 23 سالگی 24 سالگی بود من از ایران رفتم. جدا شدن از اون بخش زندگی که باش زندگی کردی خیلی کار سختیه. من یادم تمام دوستای بچگیم و دوستایی که توی نوجوانی باهاشون آشنا شده بودم و دوستایی که توی جوانی به خصوص توی سالهای 57 تا 62 باهاشون آشنا شدم، اینا رو همه رو رها کردم، اینجا رو رفتم و اونجا وارد یه جامعه‌ای شدم که هیچ کس رو نمیشناختم، واقعا هیچ کس رو نمیشناختم و به تدریج برای اینکه تو اخت بشی و عادت کنی به یه جامعه کاملا متفاوت، یعنی ما واقعا زبون اونام برامون یه زبون عجیب و غریبی بود که من هرگز نشنیده بودم. مثلا انگلیسی، فرانسه، آلمانی، مثلا این زبونایی بود که ما میشناختیم، یه کمکی به گوشمون خورده بود، ولی مثلا زبان سربی، زبان مقدونی، اینا واقعا چیزای متفاوتی بود. زبونشون رو نمیدونستیم، هیچ کس رو نمیشناختیم. به تدریج شروع کردیم آشنا شدن با جامعه و حالا میتونم اینو به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های اونجا برای خودم بگم که من اونجا خیلی نتونستم دوستای متفاوتی داشته باشم مثل اینجا، با اینکه جوانای خوبی بودن، آدمای فوق‌العاده مهربونی بودن، منتها نمیدونم استعدادش تو من کم بود که من نتونستم با اون آدما خیلی اخت بشم، یا اینکه اونا آدمای متفاوتی بودن. به هر جهت من همیشه این گوشه نگاهم به آدمایی بود که اینجا گذاشته بودم و رفته بودم و شاید هم سال 1376 دقیقاً که برگشتم یه بخشش به خاطر این بود که من چشمم به اینا بود که اینجا رها کردم و دوباره دلم می‌خواست برگردم پیش دوستام. وقتی برگشتی شرایط چطور بود؟ یعنی چقدر اون ایرانی که تو ذهنت بود با ایرانی که وقتی برگشتی تفاوت داشت؟ خیلی سوال جالبیه این. آره خیلی فرق کرده بود. خیلی خود بیشتر چیاش مثلا فرق کرده؟ آره آدما خیلی فرق کرده بودن. اون دوستایی که گذاشتی رفتی در عرض این 13-14 سالی که ما اونجا بودیم کاملا متحول شده بودن، آدمای متفاوتی بودن. نمیتونم بگم که ارتباطمو برقرار نکردم با خیلیاشون، ولی که میتونم بگم از چند تایی که مثلا من از 10 تا دوستی که فکر میکردم که مثلا اینجا آی گذاشتم اومدم و باید برگردم پیششون یه روزی دوباره، شاید مثلا 1-2 تاشون واقعا آدمایی بودن که دوباره میتونستی باشون معاشرت کنی و چیزای مشترک داشتی. در واقع دنیاهاتون انگار عوض شده بود تو این فاصله که افتاد بود بینتون. آره حتما اینجوره. دنیا واقعا عوض میشه، آدما متحول میشن، محیطی که توش زندگی میکنن اونا هم متحول میشه و هر دو روی هم دیگه تأثیر میذارن. فکر میکنم بهترین تجربه‌ای که میتونم بگم اینه که هر جا که هستی
به شعاعی که یعنی شعاع در واقع اون نقطه‌ای که قرار میگیری یه شعاعی قرار داره که تو اون شعاع باید سعی کنی که زندگی کنی، دوستای خودتو داشته باشی و تطبیق بدی خودتو با محیط. جالب بود. آره و نگاه نکنی خیلی به گذشته. و یه جایی خب میدونم که نقاشی هم میکردی. خب نقاشی از کجا اومد این وسط؟ این داروسازی خوندی، رفتی کار داروسازی داشتی میکردی، حالا گفتی اولش موسیقی علاقه‌مند بودی ولی نقاشی رو نگفتی. چی شد که بعد نقاشی علاقه‌مند شدی؟ ببین من نگاه که میکنم به گذشته، حالا به کودکیم که نگاه میکنم، بعد نوجوانیم هم نگاه میکنم، میگم همیشه یه چیزی، یه حسی تو من بوده که منو میکشید به سمت کارهای هنری. بعد همه اینا رو هم هی سعی میکردم تجربه کنم. مثلا موسیقی رو تجربه کردم، نقاشی رو تجربه میکردم و یادمه که من اولین تماس خیلی خیلی حساس و شاید بگم فراموش نشدنی با دنیای نقاشی توی دبیرستان بود که یه معلمی داشتیم اومد ما رو با رنگ آشنا کرد و من یادمه که گفت هرچی دوست داریم بکشین. منم نگاه کردم به پنجره بیرون و بدون اینکه خیلی تجربه نقاشی داشته باشم، اصولا هیچ تجربه نه کلاسی رفته بودم نه چیزی، شروع کردم اون نمایی که بیرون پنجره هست کشیدن و این واقعا برای من مثل یه رعد و برق، یک جرقه، اصلا یک تحول عجیبی بود که حس کردم که وای این دنیای رنگ چه دنیای عجیبیه، دنیای خط چقدر دنیای عجیبیه و یه جورایی انگار مبتلا شدم به نقاشی کردن و هیچ وقت دیگه از من جدا نشد نقاشی. من میتونم بگم در تمام طول زندگیم همیشه کاغذ قلم و رنگ و اینا همراهم بوده و توی سخت‌ترین لحظات شاید اون موقع‌هایی بود که بچه‌هام خیلی کوچولو بودن و اینا 4 دست و پا راه میرفتن، از دیوار راست بالا میرفتن، من همیشه آب رنگ و قلم و اینا به عنوان یه وسیله که خیلی زود پهن میشه و زود جمع میشه همیشه همراه هم بود. فکر میکنم مجموعاً هنر، حالا هر شکلش فرقی نمیکنه، نقاشی باشه، موسیقی باشه، نوشتن باشه، اینا یه چیزیه که آدما بهش مبتلا میشن، چیزیه که دیگه نمیتونن اگر که درگیرش بشن دیگه ازش دست بکشن. فکر میکنم یه چیزی در من هست که خیلی منو زندگی عادی راضی نمیکنه. اصولا فکر میکنم آدمایی که با هنر سر کار دارن یه جایی از وجودشون با زندگی معمولی راضی نمیشه و این خیلی به نظرم مهمه توی درگیری آدما با هنر به هر شکلش، چون آدمی که از زندگیش راضیه خب راضیه دیگه، زندگیشو میکنه، ولی اون آدمی که از زندگی روزمره و زندگی روتین راضی نیست، هی خودشو درگیر موسیقی میکنه، هی درگیر هنر میکنه، هی درگیر کارهایی میکنه که این رضایت خاطر از زندگی رو جلب کنه. جالب بود، قشنگ گفتی. و توی این هنرها الان موسیقی که بود، نقاشی بود، نوشتن هم هست الان دیگه، در واقع تجربه نوشتن هم داری و اصلا میخوام مثلا ماجرا نوشتن هم بدونم. نوشتن و چی شد رسیدی به کتاب اصلا مقدونی از تهران دور نیست اون رو نوشتی؟ ببین من همیشه می نوشتم، من نگاه میکنم به کتابای درسیم، هم نگاه میکنم اینم تو حاشیه هاش یه چیزایی نوشتم، دفترچه هایی که داشتم من رو توش یه چیزایی می نوشتم، همیشه یه یادداشتایی داشتم پراکنده، شاید از خیلی وقت پیشم موقعی که دبیرستان میرفتم و این نمیدونم واقعا کی شروع شد ولی میدونم همیشه جریان داشته تو زندگیم. میتونم بگم همه اینا درگیری من با موسیقی و با نقاشی و اینا خیلی کمک کرد به من تو نوشتن. شاید من تو 63 سالگی یا حالا 60 سالگی، چون این کتابه حالا 63 سالگی به ثمر رسید یعنی چاپ شد، ولی شاید خیلی قبلش اینجوری بود که می نوشتم. نقاشی خیلی کمک کرد به تصویرسازی‌های توی کتاب، موسیقی خیلی کمک کرد،
فکر میکنم واقعا این حس انتزاعی و این تجربه عمیقی که موسیقی توی آدم داره خیلی کمک میکنه به این که تو اطراف تو خیلی بهتر حس کنی و ببینی، شاید تو نوشتن بتونی بهتر بنویسی. من کتابتو میخوندم، شخصیت اصلی کتابت یه جورایی خیلی بهش شبیه، یعنی اونم داروسازی خونده، دقیقاً توی بحبوحه انقلاب فرهنگی مهاجرت میکنه میره مقدونیه، نقاشی دوست داره، حالا کلی ماجرایی که براش پیش میاد. دوستم از خودم بپرسم که چقدر خودتو شبیه اون شخصیت اصلی کتاب میبینید؟ تفاوتات و شباهتات چیه برای تو؟ ببین این خیلی سوال مهمیه به نظرم. کتاب یه بخشش تجربه هایی که زیسته است، یه بخشش هم داستانه. خیلی از من میپرسیدن که این بیوگرافیه، بعد کسایی که واقعا با من آشنا نبودن و من اونایی که آشنا بودن میدونستن که خب این بیوگرافی من نیست، واقعا این زندگی من نیست. یه قسمت‌هایش آره زندگی منه ولی قطعاً بیوگرافی نیست. ولی اونایی که آشنا نبودن سوال میکردن که این بیوگرافیه و من در پاسخشون همینو میگفتم که من یک بخشی از این تجربه زیسته است. بله من رفتم یوگسلاوی، من جنگ اینجا رو دیدم، من جنگ یوگسلاوی رو دیدم، داروسازی خوندم، یه داروخانه دارم توی یه دونه روستا، همه اینا هست و یه بخشش هم واقعا اصلا هیچ ربطی به من نداره و افسانه است، افسانه سازیه، در واقع داستان پردازیه. علتش هم اینه که من میخواستم یه چیزی بنویسم که باید یک محوری میداشت، یک چارچوبی میداشت. نمیتونستم به عنوان اولین تجربم همه اینو خلق کنم، یه دفعه همه این تجربه باشه که من در واقع اصلا زندگی نکردم اینو، فقط داستانه. در نتیجه ناچار بودم که از تجربه زیسته خودم کمک بگیرم. بعد یواش یواش که شروع کردم به نوشتن دیدم ای داره خوب پیش میره، خیلی هم عالیه و اینا. احساس کردم کمکم البته خیلی کمک کرد به من همین نقاشی و موسیقی که میگم و البته بچه‌هایی که با هم دیگه دور هم جمع میشدیم و داستان میخوندیم و داستان مینوشتیم که حس کردم که آره میشه اینجاها رو داستان خلق کرد، میشه نوشت چیزی که واقعا اتفاق نیفتاده. جالب بود خیلی. اون جمع داستان خونیتون چیه ماجراش که گفتین با هم داستان می‌خونین؟ اینو تو اون جمع نوشتین مثلا تیکه می‌خوندین؟ نه ببین اینجوری بود که بدون اینکه شما بلد باشی بنویسی که نمیتونی کتاب بنویسی. میتونی واسه خودت یادداشت برداری که همونجوری که من خیلی این کارو کرده بودم. حسم اینجوری بود که البته نه اینکه نشه ها، ولی در مورد من اینجوری نبود. تجربه من اینجوری بود که من احتیاج داشتم به کمک و اول فکر کردم که من دوست دارم که برم یه جایی از همین کلاسایی که خیلی فراوونه و داستان نویسی و اینا، و رفتم کارنامه. اونجا با آقای چلتن آشنا شدم که خیلی کمکم کردن توی داستانای کوتاه، ایشون خیلی چیز میکردن. بعد آقای مسعودی نیا اونجا بودن که ایشون هم خیلی کمک کردن. علی مسعودی نیا. بله. بعد دیگه برای شما بگم خانم گلی ترقی اون موقع اونجا بودن و از داستان‌ها و تجربه‌های خودشون میگفتن که اینا خیلی به من کمک کرد. و بعد با آقای سناپور آشنا شدم، آقای حسین سناپور که ایشون کلاسای داستان بلند رو در واقع مدیریت میکردن. با جمع ایشون آشنا شدم و یواش یواش تونستم با کمک ایشون و با کمک بچه‌هایی که در واقع تو کلاس بودن این کار رو پیش ببرم. جالب، خیلی کار قشنگه. من خودم خوندم کار، اصلا دوست داشتم، خیلی روونه، خیلی قصه گوه، داستان داره و جذابه، یعنی ماجرا داره، یعنی همین تعلیقه رو داره، مثلا ایرانه بعد میره مثلا مهاجرت میکنه اونجا کلی اتفاق براش میفته. شما لطف دارید. ممنون. حالا می‌خوام اگه موافق باشین خود با هم بازی کنیم. یه سری کارت گذاشتم اینجا براتون. من آدم بازیگوشی نیستم ولی حالا اگه پیشنهاد می‌کنید باشه. سوال اینا هم در واقع انگار مدل سوالا می‌خوام ببینیم چی میاده بیشتر. از توی اینا یه دونه دو تا بردارین. دو تا. آره که حق انتخاب بهتون می‌خوام بدم دیگه. یا یکیش خوب نبود که دیگه رو مثلا انتخاب کنید. یکی. بخونین سوالاشو، ببین دوستان به کدومش جواب بدین.
میخوای راجع به بازی و بازیگوشی من یه چیزی بگم برات؟ و اونم اینه که من خیلی استعداد بازیم کمه، چون آدمای بازیگوش زیاد اهل بازی هستن و من آدم خیلی جدیم، هرگز نتونستم آدمی باشم که خوب بازی کنم، ولی حالا دیگه داری پیشنهاد میکنی باشه هر جفتشو نگاه کنم. جفتشو نگاه کنین. آره سوالن، یعنی هم یه سری سوالن، به این کدوم سوال ارتباط برقرار میکنین که بهش جواب بدین. بلند بخونم یا لازم نیست؟ بخونین هر جو خودتون صلاح میدونین. ولی اون سوالی که جواب میدین رو بلند بخونین. اگه میخواین هر جفتشو بلند نخونم، یکیشو فقط میتونم. خب این انتخاب خودتونه اینجا کلا دستتون باشه. آره ببین یکیش اینه که یکی از خوابهای عجیبی رو که دیدی و یادت میاد تعریف کن. خواب من خیلی کم میبینم، خوابای عجیبم توی اینا خیلی نیست. البته این پاسخش خیلی راحت تره. شاید این انتخاب کردم. اگه جای پدر مادرت بودی برای خودت چی کار میکردی که پدر مادرت برات انجام ندادن؟ این سوال من پاسخ نمیدم برای اینکه احساساتم بسیار رقیق میکنه، ممکن بزنم زیر گریه. اینو جواب نمیدم. باشه اشکال نداره. آره برای اینکه آدم همیشه پدر مادرش طلبکاره، بعد فکر میکنه که اونا یه کاری نکردن که تو انتظار داشتی، بعد خودت مادر میشی فکر میکنی که اون کارا رو انجام بدی، بعد داستان داره. این اصلا خیلی سوال عجیب و غریب و سخته. ولی موقعیت عجیبیه دیگه. آره به نظرم بهتر وارد این قضیه نشیم. حالا اگه دوست داشتی میتونیم یه بار دیگه با هم دیگه صحبت کنیم، مثلا موضوع بحثمون این باشه. ولی راجع به خوابای عجیب که دیدی، ببین این خواب عجیب نیست، ولی میتونم بگم برای من یه کمی عجیبه شاید، برای اینکه من اصولا خوابای سورئالیستی و عجیب و غریب نمیبینم. خیلی‌ها میبینن ولی من نمیبینم. من یکی از خوابایی که توم تکرار میشه همیشه و این برای من حیرت انگیزه و این تکرار میشه ها، فکر کن تو 60 سالگی تکرار میشه، اینه که من امتحان فیزیک دارم و هیچی بلد نیستم. چقدر عجیبه. آره من فیزیک برای من یک درسی بود که همیشه مسئله داشتم توش، فکر میکردم که من مسائل فیزیک رو حل نکردم، درسای فیزیکم رو بلد نیستم و هنوزم که هنوز بعد از چند سال خواب میبینم که ای وای من فردا امتحان فیزیک دارم و هیچی بلد نیستم. این اضطراباییه که آدم تو بیداری داره که معمولا منتقل میشه توی خواب. حالا چون خیلی کوتاه بود زیادم عجیب غریب نبود، میتونم یه خواب دیگه هم تعریف کنم. اون تعریف کنیم. ولی یه پرانتز فقط باز کنم که از این لحاظ برام جالب بود که فکر کنم چند تا مهمون قبل الان یادم کدوم مهمون داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد این که اصلا یکی از کابوس‌های خیلی بچه‌هایی که میان همین مدرسه و دانشگاه و اینا مثلا که خیلی پیگیر و اینها هستن همین امتحانه. یعنی من خودم مثلا خواب امتحان میبینم یه وقتایی، بعد اصلا بخوام میگم من چیکار میکنم. اصلا من یادمه که دانشگاه اصلا ارشدم که گذاشتم کنار، یا من دیگه اصلا نمیخوام دیگه دکترا ادامه بدم و دیگه بسم دیگه هرچی خوندم و اینا. و بعد مثلا تو اون خوابه به خودم میگم که میگه تو قرار نبود دیگه مثلا به خود عهد نبستی دیگه هیچ امتحانی شرکت نکنی دیگه، وارد این بازی نشی. اصلا چیکار میکنم؟ اصلا تو خوابه تعجب میکنم و اینش برام جالبه که مثلا این فقط برای نسل من نیست، حتی نسل مثلا دو نسل قدیمی تر این وجود داره. این من امتحان یه چیز هولناکی بود که توی سیستم آموزشی ما بود و من هنوزم هست. آره هنوزم هست و من شنیدم که تو سیستم آموزشی دیگه حذف شده، یعنی چیزی به نام امتحان وجود داره. چون واقعا حسی که به آدم میده حس اضطراب باشه که آیا میتونی پس یعنی رد کنی اینا یا نه. یه خواب دیگه ای هم که میبینم، این البته بستگی داره به اتفاقی که در اون روز یا روزهای قبلش افتاده. یه خواب میبینم که من اوریان هستم، لخت توی یک فضای عمومی هستم که این حالا نمیدونم من چطوری باید خودم رو بپوشونم، با چه پوششی خودم رو بپوشونم. این خواب موقعی اتفاق میفته که من یکی از چیزایی رو که خیلی دوست نداشتم یه نفر بدونه گفتم، به کسی گفتم، یا مثلا یکی از اتفاقایی رو که برام مهم بوده که این پیش خودم باشه این راز یه نفر فهمیده. این خیلی برای من جالبه که برای ما این موضوع ایجاد اضطراب و دلشوره میکنه.
یعنی ماها هممون یه چیزی داریم در درون خودمون که دوست نداریم دیگران بدونن و این یه کم دو کم یه دونه دوتا نیست، خیلی چیزا هست و ما به عنوان آدمایی که یه بخشمون اصلا تاریکه، پنهانه باعث میشه که تو خواب ببینی و این به عنوان اضطراب میاد توی خوابت که تو اوریان هستی و آدمایی دور و برت دارن تو رو میبینن، در صورتی که میتونه این وجود نداشته باشه. اگر که از بچگی تو خیلی چیز برای پنهان کردن نداشته باشی، اگر خیلی بهت یاد نداده باشن که تو مجبوری یه چیزایی رو پنهان کنی، این به عنوان یه اضطراب شکل نمیگیره تو آدم. در صورتی که ماها هممون این اتفاق افتاده برامون، هممون فکر میکنیم که ما رو همه دارن تحت نظر دارن، مانیتور میکنن، نگاه میکنن و ما باید یه چیزایی رو از خودمون قایم کنیم. حتی این در مورد نزدیکترین آدم‌ها هم اتفاق میفته، مثلا تو بچت، همسرت، پدر مادرت. برعکسش هم فکر میکنی باشه؟ یعنی فکر میکنی که بچت هم میشه در تو پنهان میکنه؟ قطعاً بچه‌های حالا که من فکر میکنم که عاقلانه تر البته سورت میکنن چیزایی رو که باید به پدر مادر بگن و چیزایی رو که نباید بگن یا چیزایی رو که به اطرافیان نباید بگن. ماها خیلی شاید شعور بچه‌های این نسل رو نداریم که چه چیزایی رو واقعا باید میگفتیم یا چه چیزایی رو باید پنهان میکردیم. ولی کن بچه‌های امروز فکر میکنم اینجوری نیستن، خیلی باشعورتر و عاقلانه‌تر فکر میکنم به این که خب حالا چه اهمیتی داره این موضوع که دیگران بدونن یا نه. آره ما خیلی متفاوتیم با آدمایی که این نسل هستن، بچه‌هایی که به دنیا اومدن و دارن رشد میکنن. جالب بود. حالا توی این بخش میخوام به خود تغییر بدیم فضا رو. میخوام 3 تا چیز پیشنهاد بدی به من و مخاطبای این پادکست و کسی که میبینن. 3 تا حتما؟ حالا دوست داری 4 تا؟ دوست داری چند تا پیشنهاد بدی؟ حالا که یا ببینم یا بخونم یا بشنوم یا تجربه کنم، چیزی از این جنس. یه چیزی که من خیلی برام مهم بود و متحول کرد، واقعا زندگی من متحول کرد. البته من هیچ پیشنهادی برای دیگران ندارم، این بدون و آگاه باش که اصلا میل ندارم چیزی رو توصیه کنم به دیگران، برای اینکه آدما متفاوتن و هر کس تجربه خودشو داره. من میتونم از تجربه خودم بگم فقط. اصلا همینطوره، همینه. این چیزی خودت خیلی باشه، مثلا کتابی خوندی خیلی جذاب بوده برات، مثلا از کتاب جالبیه که یعنی دوست دارم آدم بیشتر این کتابا رو بخونن، شاید براشون جالب باشه، یا فیلمی میبینی یا یه تجربه‌ای می‌کنیم یا این چیز جالبی بوده شما بریم مثلا این تجربه کنیم. آره ببین یه جایی بود که من حالا یا کتابی بود که من حالا نمیتونم واقعا بگم این چه اتفاقی بود، کتاب بود، جا بود، فضا بود، حالا زیادم به این موضوع نمیخوام فکر کنم، ولی که یه اتفاقی رو در من ایجاد کرد، یک کیفیتی رو در من ایجاد کرد که از بچگی اینو در من ایجاد نکرده بودن. و علتش هم این بود که من از توی خانواده بزرگ شدم که این خیلی خانواده معمولی بود. یعنی ما به شعاع چندین کیلومتر، شاید آدم هنرمند تو خانواده‌مون نبود، به شعاع چندین کیلومتر آدم کتابخون یا مثلا آدمایی که اهل هنر و علم و اینا باشن وجود نداشت. زندگی ساده، مادر معمولی، پدر معمولی داشتم. و این اتفاقی که دارم بهت میگم در شاید خیلی سن بالا در من ایجاد شد. چند سالگی بود؟ خجالت میکشم انقدر زیاد بود. نه بابا شاید مثلا تو 40 سالگی من به این موضوع رسیدم. پرسشگر بودن. ببین من تا سن 40 خورده‌ای آدم پرسشگری نبودم، نه از خودم در مورد کیفیت‌های درونی خودم، نه از دیگران. نمیتونم بگم این مطلق بوده، قطعاً آدم یه چیزایی رو از خودش میپرسه، یه چیزایی رو از دیگران، یه چیزایی رو در مورد محیط خودش میپرسه، ولی که
این که توی آدم پرسشگر باشی راجع به خودت و آنچه که در درونت میگذره و آنچه که در محیطت داره میگذره، این یه کیفیتی که در من شاید تو 40 سالگی ایجاد شد و واقعا این موضوع مهم چیز شد، زندگیمو متحول کرد. بازم یه تحول، یه حرکت به سمت جلو بود. فکر میکنم نمیخوام بگم خیلی منو به جای خیلی فوق‌العاده‌ای رسوند، ولی برای خودم خیلی متفاوت بود. من متوجه شدم که من خیلی سوالا رو از خودم نکردم تو زندگی. قبلا راجع به خیلی مسائلی که میتونستم از خودم سوال بکنم، اینا رو من سوال نکردم از خودم. من یه حرکتایی کردم تو زندگی که این حرکت‌ها کاملا همینجوری بوده یا مثلا عرف بوده تو جامعه، دیگران کردن ما هم کردیم. یکی اینه که فکر میکنم خیلی مهمه. البته اینم بازم توصیه نیست، پیشنهاد نیست به دیگران، برای اینکه قطعا نسل جوان از ما خیلی پرسشگرتره. یه چیزی که تو ذهنم اومد، حالا برای خودم این چقدر واضح و آشکار است، تو 40 سالگی چه اتفاقی افتاد که به این رسیدی؟ ببین، من به واسطه کارم ناچار شدم که داروسازیه و با یه عده وسیعی از کسایی سر کار داشتم که اینا معتاد بودن، معتاد به مواد مخدر، معتاد به الکل، معتاد به چیزای دیگه بودن. من با جمعی آشنا شدم که خانواده های اینا بودن، خانواده های معتادین به مواد مخدر و خانواده های معتادین، و من ناچار بودم که بیشتر با اینا معاشرت کنم که ببینم که اینا واقعا تو چه وضعیتی هستن. اینا یه برنامه‌هایی رو در واقع دنبال میکنن که توی اونا ناچارن که به یه سوالاتی پاسخ بدن در مورد خودشون، در مورد زندگیشون، در مورد فردی که باهاش دارن زندگی میکنن به عنوان معتاد، در مورد فردی که باهاش زندگی کردن به عنوان معتاد. حالا پدرش معتاد بوده، حالا برادرش معتاد بوده، یا همسر فعلیش معتاده، پدر بچه‌هاش معتاده. این برنامه منو به پرسشگر بودن خیلی تشویق کرد. احساس کردم که من خیلی از سوالایی رو که لازم بوده از خودم بپرسم تا حالا نپرسیدم و همراه با این خانواده ها شروع کردم کار کردن و این سوالا رو یواش یواش سعی کردم برای خودم جواب بدم و این باعث شد که اصولاً یه چیزی در من شکل بگیره که اسمشو میذارم اون قسمت پرسشگر من. جالب بود. مسیج جالبی هم طی کردی که بهش رسیدی. آره. راجع به این که چه فیلمی، چه داستانی، یعنی این یکیش پرسشگر بودن که به عنوان تجربه بود. حالا بخوایم دو تا دیگه بگی چی میگی؟ آره. فکر میکنم که با تمام وجود بودن خیلی تجربه جالبیه. من هر موقع که ذهنم شروع میکنه به فعالیت‌های شدید و تند که قابل مدیریت نیست و فکر میکنم اذیتم میکنه، به این فکر میکنم که توی لحظه خودم باید با تمام وجود حضور داشته باشم. چجوری این کارو میکنی؟ حسی. اگر که یه دمنوش برای شما دم کردن دارن بهتون میدن، با تمام وجود بخوری. اگر که هر کاری که هستی درگیری، با تمام وجودت، با تمام حست اونو تجربه کنی. این یه احساسی به آدم میده که تو رو جدات میکنه از یک فعالیت ذهنی مزاحم و آرومتر میکنه آدمو و تجربه های حسی خیلی تجربه قشنگتری هستن. انگار وقتی ذهن شروع میکنه به کاری که نباید بکنه، کور میشی، اطرافتو نمیبینی، کر میشی، نمیشنوی و حس لامست لمس نمیکنه. این همه چیزای قشنگ تو زندگی هست که آدم میتونه حس کنه و بشنوه و گوش کنه و اینا تو رو یه جوره کات میکنه، میبره از زندگی که باید تجربه بکنی. قشنگ بود. آره، خیلی موافقم باش. و برای سومی
خیلی کار سختی سومی. تو ماست بیشتر بگی، اول گفتی فقط 3 تا، اولش اینجوری بود که خب یه کتاب بگو، مثلا یه فیلم بگو، ان تجربه ها بذارش گفتی. میتونم بگم که فیلم که خیلی عالیه به نظرم. فیلم نگاه کردن یه تجربه‌ایه که بعد اصلا فیلم نگاه کرد، باید پیوسته کتاب خوند و فیلم نگاه کرد، قطعه‌های موسیقی گوش داد، نقاشی نگاه کرد و ای کاش واقعا آدم‌ها فراغت اینو پیدا می‌کردن که بتونن وقت زیادی رو صرف این موضوع بکنن که تجربه‌های دیگران رو بخونن، موسیقی دیگران رو گوش بدن بدون واسطه این که من اینو دوست دارم من اینو دوست ندارم. الان میخوای یکیشو پیشنهاد بدی، چی پیشنهاد میدی؟ من فکر میکنم کتابای یوسا رو باید خوند. کدومشه؟ به نظرم همشون عالی هن. سوره‌بز که فوق‌العاده بود، گفتگو در کاتدرال فوق‌العاده بود. خیلی از نویسنده ها هستن که واقعا آدم باید بخونه کاراشونو و این چشم آدم رو باز میکنه به دنیایی که داری توش زندگی میکنی. شاید اگر واقعا من با یوسا آشناشو نشده بودم یه جور دیگه نگاه میکردم به زندگی. شاید با نقاشی‌های خیلی از نقاشایی که الان نگاه میکنم کاراشونو، اگر که اینا رو ندیده بودم یه جور دیگه زندگی میکردم. و موسیقی هم که گفتم که حتما یه کاری بکنید، اگر چیزی نمی نوازید حتما شنونده های خوبی باشید. قشنگ بود. حالا توی این مرحله من میخوام بهت 100 کتاب پیشنهاد بدم. به من آره خیلی عالیه که یکی شاید هدیه بدم. اگه این کتابا رو خونده بودی یا اصلا خوشت نیامد، من یه چیزی هست اسم طاقچه بی‌نهایت، 3 ماه اشتراک کتابخونه الکترونیکی و صوتی، اونو بهت میدم که خود بری کتابی که دوست داری رو خود انتخاب کنی. یعنی من نتونستم کتاب مناسب بهت پیشنهاد بدم، تو برو کتابت رو خود انتخاب کن. دیگه باشه. من حالا ناچارم آره چون حافظم خوب کار نمیکنه یادداشت کنم اسم کتاباتو. ردیفه. اولیشو میخونم. نویسنده کتاب یه روزنامه‌نگار اهل کرواسیه که یادداشت‌های این کتاب بین سالهای 1992 تا 1996 نوشته. 3 تا بخش کوتاه از این کتاب رو میخونم. امکان زندگی خارج از کشور در نظر همه خوشبختی بزرگی محسوب می شود. این موضوع هیچ ربط مستقیمی به زندگی او یا من ندارد. این صرفاً میراثی است از تاریخ ما و جنس جامعه‌ای که ما سابقاً در آن زندگی می کردیم. به هر حال این باور در اذهان ما ریشه گرفته و ما بی هیچ مقاومتی آن را میپذیریم. آنها که ساکن خارجند علل اصول وضعشان بهتر است. صرفاً به این دلیل که خارج از کشورند. یه بخش کوتاه دیگه شو میخونم. اروپا مادری نیست که دینی به گردن فرزندان مدتها فراموش شده اش داشته باشد. شاه دختی هم نیست که باید کمر به خدمتش بست. اروپا نه شوالیه‌ای است که برای رها ساختن ما رهسپارش کرده باشند، نه سیب یا کیکی است که با لذت گازی به آن بزنیم، نه یک پیراهن بلند ابریشمی است، نه کلمه جادویی دموکراسی. محتمل ترین پاسخ به چیستی اروپا این است که اروپا همان چیزی است که ما، کشورها، ملتها، افراد از آن برای خودمان می‌سازیم. و بخش آخر، آنچه ما بدان نیاز داریم انقلابی در شیوه درک و دریافت خودمان است. این تحول نه تنها خود به خود و همراه با تغییرات سیاسی حاصل نمی شود، بلکه به نظرم بیشتر از هر پیشرفت و توسعه سیاسی یا اقتصادی زمان می برد. ما باید مسئولیت‌هایمان را هم در مقابل دیگران و هم در قبال خودمان بپذیریم. خب این کتابو تونستی از چه کتابیه؟ فکر میکنم که اینو خوندم. آره ایشون شاید 2 تا چیز داده بیرون، یکی کمونیسم رفت و ما ماندیم و خندیدیم. آره 3 تا صحافه که جدید هم داده. آره اسلاوانکا دراکولیچه کافه اروپاشه این. بله. ترجمه نازنین دیهی میاره. بله. چطور بودی با این کتاب؟ فوق‌العاده بود. من اینو خیلی توصیه کردم به دیگران به خاطر اینکه خب توی اون محیط زندگی کرده بودیم ما و میتونستیم بفهمیم که این خانم چی داره میگه در
مورد کرواسی، در مورد کمونیسم، در مورد اتفاقاتی که توی کشورهای اقمار شوروی توی اون سال افتاد و به نظرم فوق‌العاده بود. آره کتاب مثلا جالبی هم هست و این اصلا ایدهش خیلی جالبه. اروپا اصلا حالا این در واقع اروپای شرقی ان که این تصوری از اروپا دارن که غربی دارن و یک مدینه فاضله اوتوپیایی میدونن، فکر کنن هر چیزی که میخواد بهش اونجا کمک میکنه. یه بخش هم درست درباره بوسنی، درسته. مثلا یکی از اون فجایع بوسنی اینه که اصلا اون موقع اتحادیه اروپا فکر کنم هلند، بخش هلندش بود که فقط یک نظاره‌گر بود به این ماجرا اون وقتی داشت که مثلا قتل عام اتفاق میافتاد. حالا فاجعه آره فیلم و اینم که بعدش دو تا فیلم مثلا میتونم پیشنهاد بدم. یکیش کجا میری آیدا که اصلا برای همین موضوع در واقع اون قتل عام سربرنیتسا فکر کنم که دقیقاً همین اتحادیه اروپا نشون میده که فقط داره نظارت میکنه به اون ماجرا، هیچ کاری نمیکنه، جلوی چشش داره اتفاق میفته اون ماجرا. یکیش حالا قدیمی‌تر مثلا زیر زمینه نام دیدیم مال امیر کاستاریکای آندرگراند، اونم فیلم فوق العاده که اصلا اون تاریخ یوگسلاوی رو جوری داره نشون میده و اینا. درست. آره یادم افتادم. و یه حس جالبی هم بود خواستم بپرسم، الان یوگسلاوی وجود نداره، تو کشوری که اونجا زندگی کردی حس چیه در مورد کشوری که وجود نداره؟ ببین خیلی سوال سختی میکنی. اینا سوالاییه که واقعا پاسخ دادن بهش سخته. یک کشوری که از هم میپاشه به عنوان یک تیکه بزرگتر تبدیل میشه به تیکه های کوچیکتر. از یه طرفی یک جایی به نام اروپا میاد یه اتحادیه‌ای درست میکنه به نام اتحادیه اروپا و کشورهای کوچیکتر با هم دیگه یکی میشن. ببین ترجیح میدم که پاسخ این سوالتو ندم. مشکل نداره کاملا ردیفه. آره ممنونم ازت. من کتاب دوم برات معرفی حالا بعدم بهت میگم چرا. ردیف کاملا. برای دومی رو یه فایل صوتی برات پخش میکنم که کتاب صوتیه، اینو پخش میکنم برات که گوش کنی ببینی چه جوریه، خوشت میاد یا نه. گفت بسیار خوب، تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست. چه اهمیت دارد؟ همونطور که 1000 راه به پستی و نیستی منتهی می شود، راه تعالی هم تنها هنرمندی نیست. خیال میکنی که به ذاته نمیتوانی کار کنی. بیا برو تا دیگران به تو کمک کنن. تا بتوانی از جلدی که طبقه تو را در آن چپانده بیرون بیایی. بیا برو به ایران. برو پیش استاد، آنجا زیر دست او کار کن. اما با تواضع به او نزدیک شو. مردم مملکت ما آنقدر بیچاره و محتاج به مساعدت هستند که تو از 1000 راه میتوانی سودمند باشی. شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد. برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی. فکر کنم یا بیوگرافی بهزاد یا کمال الملکاره؟ نه اصلا رمان این بیوگرافی نه نشیدم اینو اصلا. احتمالا خوندیش. این چشم‌هایشه مال بزرگ علوی. آره اینو موقعی که خیلی جوان بودیم آره خوندم. یادم سال 56 خوندم اینو. آره چطور بودی با این کتاب؟ اون موقع توی سن 20 سالگی مثلا یا 20 خورده سالگی وقتی که میخونی اینو یه حس دیگه داری، ولی که الان اگه دوباره بخونم ممکنه یه چیز دیگه بهت بگم. اون موقع لذت بردم برای اینکه تو یه داستان عاشقانه رو میخونی که پشت سرش یه بک‌گراند اجتماعی داره و اینا خیلی با هم دیگه خوب چفت شده. زبان بسیار زبان خوب و لذت بخشی بود. همه اینا هست ولی الان نمیدونم واقعا اگه بخونم چه حسی خواهم داشت. اون موقع خیلی لذت بردم اون موقع که خوندمش. آره کتاب دقیقا روونی. حالا ماجراش همون استاد ماکانه که اینجا اشاره میکنه، نقاش خیلی معروفیه که چهره میکشه و اون تون چهره چشمای زنیه که خیلی مرموزه و هم یک ناظم یک مدرسه که موزه در واقع میذاره نگه میداره دنباله که این راز این چشم‌ها کی و این کیه اصلا این چشمایی که کشیده و اینا. آره خیلی هم عالی. جالبیه. بریم بس برای سومی. حتی یه چیزی این وسط داشت، حالا بازم اگه سخت میشه جواب ندی. یه تیکه‌ای داره توی این که میگه که اون سختی و ناراحتی‌ها یه وقتایی باعث میشه تو یک راه نجاتی پیدا کنی یا یک چیزی به تو میده. تو همین بخشی که الان منتشر کردم صوتی شو، مثلا این بر تو هم تا همچین تجربه‌ای داشتی که یک سختی رو تجربه کنی و بعد بر تو یک راه نجاتی باشه؟ خیلی. ببین من اصلا به عنوان یه آدمی که خب
میتونم بگم که نمیدونم واقعا چقدر از راه زندگیمو طی کردم، ولی به هر حال یه مقداری زیادی رو طی کردیم دیگه. میتونم بگم اتفاقای خیلی عجیبی توی زندگی من افتاده که فکر میکردم که بابا ما اصلا چی فکر میکردیم بعد چه اتفاق دیگه ای افتاد. مثل این که تو تصورت راجع به یه چیزی خیلی بده، بعد یه اتفاق خیلی بهتر از آب در میاد، و یا برعکس تصورت راجع به یه چیزی خیلی بده، خیلی منفیه، ولی بعد چه جلو میری میبینی که چقدر اتفاق خوبی بود این. سینوارش میتونی بگی عینی مثلا که یاد میاد؟ خیلی چیزا راجع به آشنا شدن، مثلا حالا خیلی مورد ابتدایی، خیلی چیزی به ذهنم نمیرسه که الان بهت بگم چون خیلی زیاده اینا. نمیخوام در واقع نقطه چیزامو بذارم روی مهاجرت که مثلا من فکر میکردم خیلی سخته ولی خیلی خوب بود، یا مثلا من رفتم یه جایی شروع کردم کار کردن که فکر میکردم خیلی کار سختیه ولی که خیلی عالی بود. نه اینا رو نمیخوام بگم چون ممکنه که چیز بشه، پیشنهاد یه جور خط دادن بشه به دیگران که واقعا من نیستن، اونا یه آدمای دیگه. ولی که توی آشنایی خیلی ابتدایی مثلا من یادمه که بچه ها مثلا منو آشنا میکردن با یه آدمی که فکر میکردن وای این آدم خیلی آدم عجیب و غریبی، خیلی آدم مثلا چیزی، بعد مثلا پیش که میرفت میبینیم که چقدر این آشنایی خوبی بود. یا اینکه خیلی چیزا، اتفاقایی که تو فکر میکنی که وای چقدر این شانس طلایی به من رو کرده، چقدر این عالیه، بعد پیش میری میبینی ای بابا عجب خرابکاری از آب در اومد. آره از این اتفاقا زیاده که میفته و واقعا آدم باید تا اونجایی که میتونه تلاش خودش رو تو آگاهانه تصمیم گرفتن انجام بده و بقیه رو دیگه به خیلی فاکتورهای دیگه. جایی سم افتادم که این کتابت افتادم یه که مثلا خب میره توی روستایی که بس خیلی خرابه دیگه، اصلا اون صحنه که توصیف میکنی هیچ کی نیست و اصلا هیچ تاکسی هم حتی نداره و اینها و آبادی نیست، داروخونه درست کنه اونجا کلی خرابه است، یعنی ولی همون سختیه انگار یه خورده کمکش میکنه که همون شرایطی که توش هست بخوره بیرون بیاد و اون تبدیل میشه اصلا یه بخش خوبی از زندگیش تا یه جاهایی حداقل داستان اینا. آره من اول که رفتم توی این روستا و شروع کردم کار کردن، حالا این قسمتش میتونم بگم که خیلی چیزه برای من که من دچار افسردگی شدم، برای اینکه راهم دور بود و بچه‌هام کوچیک بودن، نمیتونستم هی برم و بیام و بچه‌ها رو ببینم. ناچار بودم صبح برم توی این روستا و تا شب ساعت 9 اونجا باشم. این روستایی بود که شما 9 میخواستی از اونجا بیای بیرون باید حتما وسیله نقلیه خودتو میداشتی و من شاید اون موقع اصلا اینجوری نبود که بتونم همیشه امکان اینکه ماشین داشته باشم ببرم. خلاصه داستانی بود، خیلی غم انگیز بود. ولی کن بعدها زندگی توی همون روستا و آشنا شدن با آدمای اون روستا و در واقع میکس شدن با محیط الهام بخش خیلی چیزا بود برای من و خیلی به نظر من فوق‌العاده‌ان آدما توی یک شرایطی که شما فکر نمی کنید اصلا واقعا این اتفاقا بیفته. آره برای من این اتفاق افتاد، آشنایی با روستا و با آدمایی که اینجا هستم. هنوزم خیلی بهشون وابستم، هنوزم دوستشون دارم. بریم برای کتاب سومی. دوتاش که تا الان خونده بودی، این آخریشه دیگه فکر کنم تیر در ترکش که دارم. نویسنده این کتاب فرزند یه خانواده مهاجر هندیه که تو آمریکا بزرگ شده. 3 مدرک فوق لیسانس تو رشته‌های زبان انگلیسی، نگارش خلاقانه و ادبیات تطبیقی گرفته و یه مدرک دکترا هم تو رشته مطالعات رنسانس داره. این کتاب اولین مجموعه داستان نویسنده است که سال 1399 منتشر شده و سال بعدش فکر کنم اشتباه نوشتم، سال 1999 منتشر شده و سال بعدش برنده جایزه ادبی پولیتزر میشه. موضوع همه داستان‌های کتاب یه ارتباطی به مهاجرت و غربت داره. سال 2000 این کتاب برنده جایزه ادبی پولیتزر میشه. دوباره یه بخش از کتاب میخونم. حالا دیگر شهروند آمریکایی هستیم و می توانیم به وقتش بیمه بازنشستگی هم بگیریم. هر چند سال یک بار به کلکته سر میزنیم
و پیژامه کشی و چای دارجلینگ میآوریم. ولی بنا داریم زندگیمان را همینجا بگذرانیم. من در کتابخانه یک دانشکده کوچک کار میکنم. پسرمان به دانشگاه هاروارد میرود. مالا دیگر ساریش را روی سر نمی اندازد و شبها از دوری پدر و مادرش گریه نمی کند. ولی گهگاه به خاطر پسرمان گریه می کند. آن وقت برای دیدنش با ماشین به کمبریج می رویم یا او را برای آخر هفته پیش خودمان می آوریم تا بتواند همراه ما با دست برنج بخورد و بنگالی حرف بزند. کارهایی که می ترسیم بعد از مرگ ما هرگز نکند. جومپا لاهیری. آره جومپا لاهیری. آره خیلی خوبه. جومپا لاهیری رو من دوست دارم. آره اونم تجربه‌ای قشنگی داره. آره کتابش مترجم درتا فکر کنم اولین کتابی که تو ایران ترجمه شده ازش. آره مترجم درتا. خیلی عالی. بس هر ستاشو داشتی و آره آره متاسفانه وگرنه یه هدیه میگرفتم. نه 3 ماه تاخچه بینات به هدیه میدم که بری اونجا کتاب خودت انتخاب کنی. حالا این پایان بندیش هم 2 تا سوال تو ذهنم مونده، بازم اگه سوال سختیه هر کدوم جواب نده. اینجا برای مهاجرت الان گفت این نقل قوله رو و اون ترسی که در واقع یک مهاجر داره و حسرتی که شاید داره. اگه بخوای یکی از ترس‌ها و حسرتات اون زمانی که مهاجر بودی بگی چی بوده بر تو؟ ترس و حسرت گفتی؟ یا حسرت انتخاب میتونی بکنی. ببین من موقعی که مهاجرت کردم من اصولا حالا نمیخوام آدم جسور بذارم رو خودم، ولی فکر میکنم جسارت یه ویژگی سن و سالیه که من رفتم از اینجا. یعنی که نه اینکه من جسور بودم، بلکه هر کس توی اون سن و سال هست یه جسارتی داره که اونو من بازم میبینم توی جوانایی که الان هستن، در صورتی که تو وقتی که پا به سن میذاری دیگه انقدر جسور نیستی. میتونم بگم ترس وجود نداشت توی من. شاید توی دیگران الان که من میبینم بچه‌هایی که میخوان برن مهاجرت کنن و اینا، ترس وجود داره از یک محیط ناشناخته، از اینکه برن حالا ببینن آیا موفق میشن یا نمیشن، از اینکه حالا اون چیزایی رو که دارن اینجا از دست میدن حالا آیا اونجا به دست میارن یا نه. ولی اون موقع من یادم ترس وجود نداشت. یعنی به حرکتی که فکر میکنم از این نقطه به اون نقطه میبینم که خب هیچ ترسی وجود نداشت اینجا. ولی حسرت چرا؟ فکر میکنم که من حسرت امکاناتی رو که الان بچه ها دارن اگر اون موقع ما داشتیم یه جور دیگه تصمیم گیری میکردیم. و اطلاعات به نظر من خیلی مهمه. اطلاعاتی رو که بچه ها الان به راحتی از تو فضای مجازی میارن بیرون، ما اونجا پدرمون در میومد تا اینکه به یکیش میرسیدیم و شاید اصلا نمیرسیدیم. و یکی هم ارتباط هاست. من اون موقع خب توی فضایی که بودیم حسرت شنیدن صدای خانواده و دوستایی رو که اینجا بودن و داشتم و یادمه که من 3 سال 4 سال اصلا امکان این که ما تلفن بزنیم از اونجا به اینجا یا صحبت کنیم مثلا نداشتیم. حسرت بیشتر بود. در مورد من شاید بگم حسرت بیشتر بود تا ترس. آره فکر میکنم این مهمه. فضای مجازی، اطلاعاتی که بچه ها میتونن به دست بیارن، ارتباط گیری هایی که میتونن با هم دیگه توی این داستان داشته باشن خیلی مهمه. چیزی که ماها نسل ما ازش محروم بود. یک سوالی پرسم بعدش سال آخر معمولا از بعضی از مهمونایی که بچه دارن میپرسن اگه سوری یه چیزی الان که بچه‌ها خب الان نمیدونن که در واقع صدای تو داره پخش میشه اینها، ولی ممکن در آینده بشنن، حالا آینده کیه معلوم نیست، یه چیزی بهشون بگی، چی بهشون بگی؟ حالا خیلی جالبه برای اینکه من خیلی چیزا به بچه‌هام میگم ولی اینکه اونا چقدر اجرا میکنن واقعا نمیدونم چجوریه. چیزی که بهشون کمتر گفتی مثلا؟ هر روز من دارم به بچه‌هام یه چیزی میگم، برای اینکه من هر روز که از خونه حرکت میکنم میرم محل کارم، این مسیر پیاده رویه در واقع و خیلی جالبه که من توی این مسیر براشون وایس میذارم که اونا بعدن که از خواب بیدار میشن این وایس ها رو بشنون. حالا اگر اینا بشنون حتما خیلی میخندن که من هر روز دارم بهشون یه چیزایی میگم.
من واقعا هیچی ندارم به بچه‌هام بگم. اون چیزایی هم که میگم هر روز دارم براشون میفرستم، وایسی که میفرستم عشق. برای اینکه من واقعا فکر میکنم که بچه‌های من از من بهتر و بیشتر میدونن. فکر میکنم که اونان که باید به من بگن یه چیزی و من که باید از اونا یاد بگیرم، چون بی‌نظیرن. بچه‌های من نه ها، بچه‌هایی که همه همسن و سال بچه‌های من هستن واقعا انقدر که عالیان، ما باید ازشون یاد بگیریم و من ترجیح همینه که یاد بگیرم و هیچی نگم بهشون. قشنگ، خیلی قشنگ بود. با من آخرین سوال، اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله بگی اون چیه؟ این خیلی کار سختیه برای که من انقدر حافظه شعرم ضعیفه که نگو نپرس. ولی آخریه دیگه، این آخرین سوال سختیه که میپرسم. توی یه جمله خیلی سال من قبلا واقعا بهش فکر نکردم به این موضوع. فکر میکنم که خیلی مهمه که ماها به صدای قلبمون گوش بدیم. این یه کمی جنبه شعاری پیدا میکنه، به صدای قلب. خیلی ها این حرفا میزنن ولی من واقعا فکر میکنم که مواقعی که به صدای دلم گوش دادم و دیدم که دلم واقعا چی میخواد و تصمیم گیریم از روی اون چیزی بوده که حسم، قلبم میگفته، موفق تر بودم تا اینکه هی ارزیابی کنی، هی سبک سنگین کنی ببینی که حالا مثلا باید چه تصمیمی بگیری. خیلی به نظرم مهمه که آدم ها توی تصمیم گیریاشون به دلشون مراجعه کنن ببینن واقعا چی میخوان. البته بازم این برمیگرده به اینکه آدم ها کی هستن، هر کدومشون چه کاراکتری دارن، چه شخصیتی دارن. ولی در مورد من تجربه من اینجوری بوده که من موفق تر بودم تو این زمینه. قشنگ بود. من سوالم تموم شده. اگه دیگه چیز نداریم بریم برای خداحافظی. آره من دیگه حرفی ندارم. ممنون از اینکه دعوتمو قبول کردی، پادکست کتابگرد اومدی و اینکه خیلی خوش گذشت. ممنونم، به منم خیلی خوش گذشت کنار شما بودم. زنده باشی. فعلا خداحافظ. خداحافظ.